تا حالا دقت کردی وقتی به یه نفر میگیم چقدر پول داری منظورمون چیه؟ منظورمون اون پولایی نیست که قبلا داشته و خرج کرده. میخوایم بدونیم الان چقدر داره، چقدر تو جیبشه که میتونه از این به بعد خرج کنه، برنامه‌ای براش داشته باشه. ولی یه چیز عجیب، وقتی میپرسیم چند سال داریم درباره چه حرف میزنیم؟ سالایی که از وقتی به دنیا اومدی تا الان گذروندی؟ اون سالایی که دیگه رفتن، تموم شدنشون هم با یه جشن تولد هر سال به خودمون یادآوری میکنیم. حالا یه سوال، چرا وقتی از سالهایی که داریم حرف میزنیم بیشتر به گذشته فکر میکنیم تا آینده؟ بهتر نیست به اون سالهایی فکر کنیم که هنوز داریم، همونا که میتونیم باهاشون کاری بکنیم، بسازیم، زندگی کنیم؟ درسته هیچ چیز تضمین شده نیست، همونطور که پول توی جیبت هم ممکنه یه روز گم بشه یا یه دفعه دست دزد بیفته یا خودت بی هوا خرجش کنی، سالهات هم همینطورن. ممکنه یه روز یه لحظه دیگه نداشته باشیشون یا باشن ولی نتونی ازشون درست استفاده کنی. ولی یه فرق مهم بین پول و سال وجود داره. پول رو میشه پس انداز کرد، میذاری یه گوشه، بعدا خرجش میکنی. ولی سال رو نه. هر سالی که استفاده نکنی از دستت رفته، نمیتونی نگهش داری واسه بعد. هر روز، هر سال داره میگذره، یا زندگیش کردی یا رفت. پس اگه یه روزی ازت پرسیدم چند سال داری، یا خواستی جشن تولد بگیری، یا یه شب با خودت خلوت کردی و گفتی واقعا چند سال دارم، به این فکر کن که با سالایی که جلوت هست قراره چی کار کنی؟ چی از خودت به جا میذاری برای آدمایی که بعد تو میان؟